مسابقه ورزشی دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی در شهر خوجند از نزد مجمع حوزه‌های شناوری آغاز گردید. در آن زیاد از 25000 نفر اشخاص کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. اینچنین زیاد از 1500 نفر در ولسیپدرانی سبقت نموده مهارت خود را نشان دادند. باید قید نمود که برگزاری دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی همه‌ساله سنه 15 می در تمام شهر و نواحی کشور به حکم عنعنه درآمده است. آن به روز جوانان تاجیکستان بخشیده شده. هدفش تحکیم طرز حیاتی سالم، رشد عمومیت ورزش و جلب جامعه به تحکیم دوستی و وحدت سرتاسری می باشد. اشتراکچیان مسابقه ورزشی توسط خیابانی به نام رحیم جلیل و پل جشنی تا خیابانی به نام رحمان نبیف حرکت نمودند. در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مراسم قدرشناسی فعالان چاره‌بینی‌های ورزشی دوی ملی و ولسیپدرانی صورت گرفت. با اشتراکچیان فعال سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای را معاون یکم رئیس ولایت خال حیدر سپارید. در عموم در 18 شهر و نواحی ولایت سوخت در رفت برگزاری دوی ملی زیاد از 97000 نفر اشتراک نمودند. در ماراتون ولسیپدرانی باشد 7400 نفر سبقت کردند. گزارش اقلای رجب و سپان آجیل جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.